این مردیه که زنشو به رئیسش هدیه داده. اسمش مهدی ابریشمچیه و این دست و خوشحالیش برای اینه که داره زنش مریم رجوی رو تقدیم میکنه به مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق. وقتی مسعود بهش دستور داد که از زنت خوشم میاد و باید طلاقش بدی، با کمال میل این کارو کرد و بدون نگه داشتن عده چند روز بعد مسعود و مریم با هم ازدواج کردن و مهدی ابریشمچی حلقه دستشون انداخت. حتی بعد این ازدواج مسعود رجوی به خیلی از زن و شوهرهایی که داخل سازمانش بودن دستور داده تا از هم جدا بشن. اون این زنا رو به خلوت میبرد و باهاشون رابطه داشت. بعدش هم میگفت این کارها برای دفاع از خلق مظلوم ایرانه. مسعود رجوی قبل انقلاب بارها توسط ساواک دستگیر شد. شاه بهشون میگفت ارتجاع سرخ. این گروه چندین کارخونه رو قبل انقلاب منفجر کردن. چندین سرهنگ آمریکایی رو هدف قرار دادن و بعد انقلاب طبق آمار 13000 نفر از مردم عادی رو به کام مرگ کشوندن و حتی به صدام پیوستن و به کشور خودشون حمله کردن، اما شکست خوردن. ابریشمچی و مریم رجوی و بقایای این سازمان هنوزم به فعالیت‌های مرموز خودشون ادامه میدن و با تخریب این و اون سعی دارن برای مردم نسخه بپیچن و جنایات خودشون رو لاپوشونی کنن. اگه شما با حرفام موافقید، پست و لایک کنید و یه جمله براشون بنویسید و برای دیدن حقایق بیشتر پیج ما رو دنبال کنید.